رهبران اولی کشور، بنیادگذاران جمهوری مثل نصرت الله مقصود و شیرین شاه تیمور، اینا چقدر روح ملی داشتن که اعلان دولت آورن در روز نوروز. ولی اگر دوامش نمیگیم که بعد 2 سال بعد این منع شد. فقط سال 25 و 26 ایجاش گرفته شده در سطح دولتی. بعد از سال 27 دیگر تا سال 82 و قضیه را شما میدونید. خب درباره این موضوعی که اعلام کردن ببینید، یکم اینکه باز یک فرمان دیگری نصرت الله مقسوم است که در اپریل سال 25 است که فرمان درباره معین کردن روزهای عید و در اونجا ببینید است که روزی جشن سر سال یعنی نوروز 2 روز استراحتی باشد. این فرمانی که حاضر در ارشیو است، یعنی یک فرمانی چیز. خب درباره این موضوعی که معلم عزیز اعلام کردن، من 2 نکته رو مشخصا در وقتی معین شده میگم. یکم این که ما گفتیم که نوروز همچون بنیاد جهانبینی علمی درباره همه صفت‌های نوروز استادا گفتن، ولی من خصوصا اول میره تاکید کنم چرا ما اینقدر تاکید میکنیم جهانبینی علمی، زیرا از بین تمام سالهای نوی که ما در تقویم داریم نوروز با این فرق میکند که نوروز همچون حادثه در طبیعت رخ میدهد، یعنی در همون روز واقعا حادثه طبیعی میشد که از همون نقطه ما سال نو یعنی گردش واقعا نوی کائنات رو مشاهده میکنیم. برای همین ما نوروز رو نساختیم، ما نوروز رو شناختیم. نوبسته از ما نوروز خودش در طبیعت هست. برای همین تا زمانی که همین آفتاب میچرخد نوروز هست، تا زمانی که زمین میچرخد نوروز هست، نوبسته از اینکه مناسبت ما با اون چی است. ولی بزرگی نیاگان ما در همین بود است که 6000 سال پیش عربین قانونمندی گردش زمین و آفتاب رو شناختن. اونا خودشون آفتاب و زمین آورده درست نکردن، بلکه همین قدر دانش جهانبینی علمی داشتن که همین گردش رو شناختن و دقیقاً معین کردن که در کدام لحظه همین رخ میدهد. بنابراین این بسیار حادثه مهم است و نیاکان ما عموماً تمام گردش همین سال رو میشناختن.